وقت عمل است، عملی که شما البته در موضع قرار دارین در مقابل او دشمنای قسم خورده مردم افغانستان است. باید بفهمه که بسیار ناتوان است و مردم ما همونقدر که توانمند است، بیدار است و همون حس وطن دوستی و وطن پرستی داره. هر کس که کوشش کنه که بالای منافع ملیشان، بالای مقدساتشان، بالای دینا چشم بد ببینه، در هیچ جا به صلاح سر خود داده و سنگر خود نداده. بفهمید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه فقط جزء وظایف خود میدانه که از منصوبینش که در هر جای است و از شهرونداش که در هر نقطه افغانستان است رسیدگی کنه و با مشکلاتشان و با وقت و زمان کوشش کنه آنچه در توان داره برسانه.